مقامات ناحیه وخش در جنوب تاجیکستان میگوید که به تحقیق حادثه خودکشی احتمالی آموزگار 26 ساله زبانی انگلیسی پرداختند. فرضیه اول این است که شهنازه انوری با روی مال سرش خود را به دار آویخته برای پدر یک پیام گذاشته است. جسد شهنازه انوری آموزگار زبان انگلیسی از جماعت دهاتی رودکی در مکتب رقمی 3 همین جماعت کار میکرد روز 29 اپریل در آغل خانه پدرش پیدا شد. در دیواری آغل نوشتجات با یک جمله پدر جان افگار شدم آشکار شده است. از حکومت ناحیه وخش و اداره معارف و علم این ناحیه میگویند که از شنیدن این حادثه که به باوری آنها خودکشی است بسیاری ها اندوه زده شدند و منتظر آن هستند که مقامات تفتیشات سبب مرگ آموزگار جوان را معین کند. تخمین عظیم و رهبر اداره کار با زنان و عائله حکومت ناحیه وخش روز 1 می در صحبت به رادیو آزادی گفت: شهنازه انوری که 2 فرزند دارد شوهرش را 4 ماه پیش به روسیه گسیل کرده بود. او به خاطر آنکه جای کارش در ناحیه وخش بوده است نه در خانه شوهرش شهر قرغون تپه با کودکانش در خانه پدر در ناحیه وخش ماند و در مکتب محلی کار میکرد. دوستان و نزدیکان شهنازه انوری میگویند که او از زندگی شکایت نداشت و روزهای اخیر خوشحال به نظر می رسید و اگر هم خودکشی کرده باشد سببش برای آنها معلوم نیست. انور سفروف پدر شهنازه انوری در صحبت به رادیو آزادی گفت که حالا در یک حالت شوک قرار دارد و نمیداند که چرا چون این حادثه رخ داد. انور سفروف و دیگر نزدیکان میگویند که شهنازه هیچ دشمن و مشکلات مالی نداشت و برای آنها اسراری بزرگ است که چرا حیات دخترشان با فاجعه انجامید. انور سفروف میگوید که بیگاهی روز جمعه یک روز پیش از مرگ مرموز شهنازه خوشحال بود و به او شوخی میکرد و میخندید. من خودم نمی‌ماکی می‌کردم. کوچات این دهره بعضیش پلیسا داده ایتوسو ثروت خریده یک چند متر برای خانه. اون من اوچاشا بود میگم کار کرد یادم میگم در کار کرد مصیبت اون چیزا نمیدونم میرا خدای تو میدونه شوهرش فرم بود راسیه بود نه به شوهرش همین نمودی خودش خیلی وایس چرا میدونه نمودی گردن تمام رایون این دختره همین حدی مرد نون گوش نداشت اما میکنه این جوان خیلی نبود که لکت اتجان افوار شدم اتجان فقط دمیتر خانه دیوال داره جوی شد او بیلونده درونی اول کرده. انور سفروف میگوید که دخترش از کار در مکتب راضی بود، از زندگی خانواده‌اش و هم وضع مالی ظاهراً شکایتی نداشت. او حالا نیز میخواهد نتیجه سنجش سودی و طبی را در این زمینه بفهمد. بسکل قاسم و مدیر مکتب رقمی 3 ناحیه وخش در صحبت به رادیو آزادی گفت که شهنازه بعد تولد فرزند به کار آمده با او 8 ماه شده بود که کار میکرد و مناسبت با دوستان و همکارانشان خوب بود. مقامات در وادی وخش میگویند که باری اول خودکشی یک آموزگار در منطقه را ثبت میکنند که نگران کننده میباشد. رعنا رحیم و سردار اداره کار با زنان و عائله حکومت ولایت ختلان گفت که در 3 ماه سال جاری 9 حالت خودکشی ثبت شده است. خانم رحیم میگوید که در بیشتری حالتها زنانی که خودکشی میکنند معرفت خوب ندارند و گرفتار بیماری‌های روانی هستند.